سلام دوستان، روزتون بخیر. امیدوارم از هر کجای دنیا که این پادکست کوتاه رو گوش میدین امیدبخش زندگیاتون باشه و حال دلتون رو خوب کنه. این پادکست بخش کوتاهی از کتاب باشگاه 5 صبحی ها نوشته رابین شارما، نویسنده و سخنران انگیزشی اهل کاناداست. با هم به بخشایی از اون گوش میدیم. همه شما یک قهرمان درون خودتون دارید. این رو وقتی بچه بودید میدونستید. یعنی قبل از اون که بزرگترها بهتون بگن که قدرت هاتون رو محدود کنید، نبوغتون رو با غل و زنجیر ببندید و به حقیقت موجود در قلبتون خیانت کنید. بزرگسالها در واقع بچه هایی هستند که رو به زوال رفتن. وقتی خیلی کوچکتر بودید یاد گرفتید که چطور زندگی کنید. خیره شدن به ستاره ها وجودتون رو از لذت پر میکرد. دویدن در پارک بهتون حس زنده بودن میداد و دنبال کردن پروانه ها شادی رو در وجودتون به جریان مینداخت. آخ که چقدر پروانه ها رو دوست دارم. بعد که بزرگتر شدید یادتون رفت چطور انسان باشید. یادتون رفت چطور جسور، مشتاق، مهرورز و دیوانه‌وار زنده باشید. منابع ارزشمند امیدتون محو شدن، عادی بودن براتون پذیرفتنی شد. چراغ خلاقیت، مثبت نگری و صمیمیت شما با عظمت درونتون فروکش کرد. چون کم کم شروع کردید به نگرانی درباره جا افتادن در جامعه، بیشتر از دیگران داشتن و محبوب و مقبول بودن. راستش حرفم اینه، نباید در دنیای آدم بزرگها با حسهای کمبود، بی‌اشتیاقی و محدودیت‌هاش زندگی کنید. دارم ازتون دعوت میکنم به یک واقعیت مخفی قدم بگذارید که تنها استادان واقعی، نابغه‌های بزرگ و اسطوره‌های اصیل تاریخ ازش خبر داشتن. و همینطور دعوتتون میکنم به کشف قدرت اولیه نهفته در درونتون که خودتون هم ازش بیخبرید. امیدوارم این جمله ها و سرمشق هایی که توی این کتاب هست که بخشیش رو براتون خوندم براتون امید بخش بوده باشه. ممنون از شما که گوش میدید. روزتون بخیر.